چون زمستان پنجمین بگذشت ششمین خوشبهار میبینیم. خوش آمدید به اول ژانویه 2024. کشورها در سال 2023 چپشون رو شد. اصلاح طلبها، اصول طلبها میگفتن که ما میخواهیم که مردم رو نجات بدیم و اپوزیسیون خارج از کشور میگه ما میخوایم رژیم رو عوض کنیم و نتانیاهو میگفتش که من فقط به دنبال تغییر رژیم در ایرانم و هزاران هزار دروغ دیگه راجع به کشورت و هزاران هزار دروغ دیگری که راجع به جهان، کشورها، سران میگفتن. در سال 2023 چپشون رو شد که همه دارن دروغ میگن. یعنی سال 2022 BBC، وایس آف آمریکا، رادیو فردا، تلویزیون اینترنشنال، شبکه من و تو، ویکیپدیا و رسانه‌های خارجی گفتن این حسینی دنبال تئوری توطئه است. کدوم جنگ جهانی سوم؟ کدوم این اتفاقات؟ چرا حسینی فکر میکنه که نتانیاهو نمیخواد رژیم ایران عوض کنه؟ نتانیاهو میخواد رژیم ایران عوض کنه. همش دروغ. دیگه سال 2023 سال بیداری بود. بله، مردم بیدار شدن الان، یعنی گیج میزنن. همه من و تو خواب بالا میشیم اولش گیجیم. حالا باید بهشون یه آب میوه قندشون رو ببریم بالا تا بفهم موضوع چه خبره، کجا اومدن. بیداری در سال 2023، سال 2022، 2021 شروع شد. الان مردم ایران فهمیدن که اصلا نتانیاهو نمیخواد رژیم ایران عوض کنه. اگر رژیم ایران رو بخواد عوض کنه میخواد ایران تجزیه کنه، یه تیکشو بده به رضا پهلوی برای استان فارس بده بمون. الان فهمیدن که هیچ کس نمیخواد به مردم ایران خدمت کنه، هیچ کس نخواهد پشت مردم ایران جز ناخن انگشت مردم ایران. اینو مردم ایران نمیفهمیدن اصلا. با کمک شما ریستارتیا و کمپاج خرد به جامعه فهمید.